از حال اومدم. وقتی گفتی سریعا باید همو ببینیم نگران شدم. چیزی میخوری؟ نه مرسی. امروز رفتم پیش مامانم. بعدشم بابام اومد. عزیز؟ خب خیلی حرف زدی؟ آره. من بگو وقتی تو رو اینجوری ناراحت دیدم چیکار کنم؟ چی بگم؟ مامانم، بابام، مرگ جانان خانم انقدر پشت سر هم بودن که من نمیدونم برای کدوم ناراحت شدم. راستش منم از مرگ جانان خانم ناراحت شدم. تو چطوری فهمیدی مرده؟ وقتی پیش برای چی با اون بودی؟ آروم باش قضا فهمیدی میخواد به جایی که قنبر مخفی کردیم بره. منم رفتم اونجا. پیشتون بود؟ نه بچه همونو زودتر یه جای دیگه برده بوده. بعد دوتامون بودیم.